وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و عربستان سعودی را برای امضای سازش عمده تسلیحاتی تنقید کرد و گفت که سیاست‌های عربستان باعث حمله‌های 11 سپتامبر بالای شهرهای آمریکا شد. اظهارات مقامدار ایرانی چند ساعت بعد از پیام رئیس جمهور آمریکا نشر شد که بر رهبران بیش از 50 کشور منطقه گفت آینده بهتر برای ممالک خاورمیانه در حال امکان پذیر می شود که آنها تروریستان و افراطگرایان را از سرزمین‌های خود بیرون کنند. امریکا آماده است برای حفظ منفعت‌های عمومی و امنیت مشترک با شما در یک صف بایستد، ولی ممالک خاورمیانه نمی‌توانند منتظر باشند که کی امریکا دشمن آنها را تارومار می‌کند. مردم خاورمیانه باید معین کنند که برای خود، برای کشورهایشان، برای عائله و فرزندانشان چه آینده‌ای می‌خواهند. این انتخاب میان دو سرنوشت است. این انتخاب است که آن را امریکا نمیتواند برای شما بکند. آینده بهتر تنها در صورت راندن تروریستان و افراطیان امکان دارد. آنها را برانید. آنها از مکان عبادت، از جماعت‌هایتان، از زمین مقدس، از روی زمین برانید. با قول دونالد ترامپ کشورهای مسئولیت شناس باید یک جا برای خاتمه بحران در سوریه و ریشه‌کن کردن گروه دهشت افکن دولت اسلامی تلاش کنند. رهبر امریکا پرزیدنت سوریه بشار اسد را به جنایت‌های وزنین متهم کرد و ایران را پشتیبان این رژیم نامید. قربانی پراذیت رژیم ایران مردم این کشور است. ایران تاریخ و فرهنگ غنی دارد، ولی تلاش‌های رهبران ایرانی برای نزاع و ترور مایه اذیت درازمدت و ناامیدی مردم این کشور شده است. تا زمانی که رژیم ایران برای مشارکت در صلح تلاش نکند، تمام ملت‌ها باید برای انزوا یا خود برکناری ایران کوشش کنند. سرمایه‌گذاری تروریسم این کار را کردن نمی‌تواند. برای روز دعا می‌کنیم که مردم ایران حکومت عادلی داشته باشند که سزاوار آن است. اظهارات پرزیدنت ایالات متحده 2 روز پس از غلبه چشمگیری پرزیدنت ایران حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پخش شد. در پی اعلان نتیجه های انتخابات، روحانی تاکید کرد که سیاست مکالمه با غرب را ادامه می دهد.